سلام به بینندگان گرام. به مثل برجام اونم شماره 2 و 3 و 4ش. آقا بعد از بیرون کشیدن اون یارو پوتین از سوریه دیگه راستی الاغ نظام تو سوریه به گل نشسته. اونقدر که حاجی روحانی رفته تو پاکستان و بند و آب داده بد جور. خلاصه به زبون بی زبونی گفته آقا ما سوریه نخواستیم، تو رو خدا بیاین آشتی. توافق برجام که در زمینه فعالیت هسته ایران بود میتونه یک الگو باشه در این زمینه. همین راه حل رو ما میتونیم برای مشکلات دیگر منطقه استفاده بکنیم. مذاکراتی که بین ارتش و طرف‌های مخالف وجود داشته باید ادامه پیدا بکنه. ما امیدواریم که این مذاکره ها در واقع پایه و اساسی بشه برای یک راه حل و اون دوره انتقالی زمینه فراهم بشه و آینده سوریه تدوین و معین بشه. یعنی خلاصش دنبال برجام بعدی سر منطقه است. البته یه وقت فکر نکنید این دل بخواهی ها. نه عزیز جون، سوریه یعنی مردم سوریه دارن کشورشونو از چنگ خامنه در میارن. حتی اون عظمای مفلوکم روز عید اگه یادتون باشه یه سخنرانی کرد که بنده موشکاف مچشو گرفتم. شما یه بار این تیکه رو گوش کنید تا مچگیری موشکافانه رو تقدیم حضورتون کنم. معنای این حرف این است که جمهوری اسلامی از حمایت از مقاومت در منطقه صرف نظر کند، از مظلومان منطقه مثل ملت فلسطین، مثل مردم غزه، مثل مردم یمن، مثل مردم بحرین پشتیبانی و حمایت سیاسی نکند. چی شد؟ فلسطین و غزه و یمن و بحرین. پس چرا سوریه رو نگفت؟ بابا مگه سوریه خط مقدم نبود؟ به نظر شما عظما حواسش نبود که اسم سوریه رو نبرد؟ یا نه خودشم میدونست که اونجا دیگه از دست رفته و بهتر زیاد بادش نزنه. مچگیری یعنی این. خلاصه بگم این داستان غلط کردم تو سوریه مثل زهری میمونه که به زودی میخوان واسه خامنه سرو کنن. علی خرم نماینده اسبق ایران در سازمان ملل متحد در ژنو گفت این رفتار روسیه باعث شد تا به نوعی نقش منطقه‌ای ایران که در حال تقویت شدن بود رو به افول برود. با رفتار روسیه و دیگر کشورها استراتژی ایران ابتر ماند. روس‌ها و در کنار آنها چینی‌ها از هر فرصتی برای رابطه با آمریکا استفاده می‌کنند. همانطور که مشاهده می‌کنید همه کشورها به دنبال تقویت رابطه خود هستند. ما در سوریه دیدیم که روسیه هر جا لازم باشد سر ایران کلاه می‌گذارد. بفرمایید. اینم از کلاه گشادی که پوتین رو امامه ولی فقیه گذاشت. از روی اعتراف این مهره تاریخ در رفته نظام میشه تا ته قصه رو خوند. خامنه هم خودش خوب میدونه چه زهری تو راهه. خودش قبلا وعده عقب نشینی های زنجیره‌ای رو داده بود. حالا دیگه وقتش رسیده و بخوره یه جور نفله میشه، نخوره یه جور دیگه. خدا نگهدار همتون، قربون شما.